تا حالا حس کردی زندگیت بی دلیل داره از هم میپاشه؟ شاید این همون لحظه‌ایه که ثروت بی سر و صدا وارد مسیرت میشه. چون قبل از جهش همیشه زمین میلرزه. از بچگی یادمون دادن هرچی بیشتر بدوی بیشتر به دست میاری. گفتن موفقیت فقط سهم زحمت کشاست، نه اهل فکر و آرامش. اما بعضی ها با نصف تلاش بقیه چند برابر نتیجه میگیرن. هرچی بیشتر جون میکنی انگار کمتر میرسی. اگه قانون بازی فرق داشته باشه، هنوز حاضری با همون روش قدیمی ادامه بدی؟ ثروت چیزی نیست که از بیرون بهت اضافه بشه. از جایی شروع میشه که طرز فکرت نسبت به خودت و زندگی تغییر میکنه. تا وقتی از درون احساس نداری که لیاقتشو داری، هر چی بیشتر بجنگی بیشتر عقب میری. راندا برن یه جمله طلایی داره: تو چیزی رو جذب نمی کنی که میخوای، چیزی رو جذب میکنی که هستی. یعنی تا وقتی خودتو فقیر ببینی، حتی قوی ترین تکنیک ها هم کار نمی کنن. حالا قراره با هم 5 نشونه رو مرور کنیم که اگه این روزها توی زندگیت ظاهر شدن، یعنی ثروت داره بی صدا و قدم به قدم بهت نزدیک میشه. اگه وسط این ویدیو حس کردی بعضی از حرفها خیلی بهت نزدیکه، آخرش یه تمرین مهمه که دیدت رو کاملا عوض میکنه. قرار 5 نشونه ای رو با هم مرور کنیم که اگه این روزها توی زندگیت میبینی بدون ثروت داره بی سر و صدا بهت نزدیک میشه. نشونه هایی که شاید ساده به نظر بیان، ولی اگه دقیق نگاه کنی همشون پیام دارن. نشانه اول، یک حس بیقراری که نمیذاره آروم باشی. نه ناراحتیه نه بی‌حوصلگی. یه چیزی از درون فشار میاره که وقتش دست به کار بشی. مثلا همون دوره آموزشی که ماهاست چشم دوختی بهش ولی هنوز ثبت نام نکردی، یهو برات حیاتی میشه. نشانه دوم، اوضاع از هم میپاشه. شغلت، رابطت یا برنامه هایی که بهشون دل بسته بودی یهو میریزن به هم. انگار چیزی که بهش تکیه داشتی ناگهان از زیر پات کشیده میشه. شده یه بار یه چیز رو از دست بدی و حس کنی زمین خالی شده زیر پات. نشانه سوم، سرگرمی های قبلی دیگه جذاب نیستن. چیزایی که قبلا باهاشون وقت میگذروندی دیگه حالتو خوب نمی کنن. به جاش حس میکنی نیاز داری کتاب بخونی، یه ویدئوی آموزشی ببینی یا وارد یک مسیر رشد بشی. مثل وقتی که وسط تماشای یک سریال یهو وسطش قطع میکنی و میری سراغ یه پادکست خودشناسی. نشانه چهارم، آدم‌های منفی شروع میکنن به دور شدن. شاید بدون دعوا یا حتی دلیل مشخص. یه روز بیدار میشی و میبینی خیلیا دیگه توی زندگیت نیستن و عجیبه که با نبودنشون هوای اطرافت سبکتر شده. تا حالا این اتفاق برات افتاده؟ کی بی سر و صدا از زندگیت رفته و حس بهتری برات به دست اومده؟ نشانه پنجم، شروع میکنی به دیدن نشانه ها. اعداد تکراری، جمله هایی که از زبون یه آدم غریبه میشنوی یا حتی یک ویدیو که دقیقاً همون حرفیه که دیشب توی ذهنت بوده. اینا تصادفی نیستن. حالا توی کامنت ها بنویس کدوم نشونه بیشتر توی زندگیت پیداست. شاید کامنت تو شروع مسیر کس دیگه ای باشه. نگاه کن به زندگی راندا برن، زنی که وقتی از همه جا ناامید شده بود و زندگیش از هم پاشیده بود،
با یک کشف ساده مسیرش رو تغییر داد. اون نه با پول بلکه با یک تغییر ذهن شروع کرد. با این تصمیم که به جای تمرکز روی کمبود به فراوانی فکر کنه. نتیجه شد کتاب راز که میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا به مسیر ثروت و تحول درونی هدایت شدند. اینم همون نقطه جهش بود. تصمیم برای دیدن جهان با یک زاویه‌ای تازه. ثروت از ذهنی شروع میشه که میدونه چی میخواد و جرأت خواستنشو داره. قدرت واقعی اونجاست که بتونی بدون تردید مسیرتو ببینی و حرکت کنی. راپل اونهیل میگه هر موفقیت بزرگی با یک میل سوزان و تصمیم قاطع شروع میشه. تو همین جامعه‌ای که خیلی ها از گرونی و بنبست مینالن، آدم‌هایی هستن که همین نشونه ها رو جدی گرفتن و زندگیشون رو ساختن. یکیش یک نوجوان 16 ساله بود که با یک ایده ساده یک پیج آموزشی توی اینستاگرام راه انداخت. تو چند هفته اول با فروش یک دوره کوتاه و همکاری با چند برند کوچیک تونست درآمدی داشته باشه که خیلیا تو شغلای ثابت هم ندارن. فرقش با بقیه این بود که وقتی اون حس بیقراری رو تجربه کرد معطل نکرد. وقتی بقیه دل سردش کردن مسیرش رو ادامه داد. اگه هنوز فکر میکنی برای پولدار شدن باید فقط بیشتر کار کنی، سخت در اشتباهی. خیلیا هستن که کمتر کار میکنن ولی بیشتر نتیجه میگیرن، چون فرقشون اینه که با فکر کار میکنن، نه فقط با زور. آدمهای موفق راه رو عوض میکنن، نه اینکه فقط مثل بقیه تکرارش کنن. اگه چند تا از اون 5 نشونه‌ای که گفتم رو این روزها توی زندگیت میبینی و واقعا حسشون میکنی، بدون فقط یک قدم با ثروت فاصله داری. اما برای اینکه از این مرحله عبور کنی و وارد اون زندگی بشی که لایقشی، باید یه سری کارهای ساده ولی مهم رو انجام بدی تا سختی‌های این نشونه‌ها تو رو فلج نکنن، بلکه تبدیل بشن به سکوی پرش تو. اول از همه اقدام کن، مخصوصاً روی اون ایده هایی که مدت هاست توی ذهنت موندن ولی دست به کار نشدی. حتی یه قدم کوچیک میتونه جریان رو به حرکت بندازه. دوم، صبح‌ها چند جمله تأکیدی مثبت بنویس، مثل من در مسیر جذب ثروت هستم یا من لیاقت زندگی فراوان رو دارم. این جملات ذهنت رو از حالت ترس و کمبود میکشه بیرون. سوم، هر شب قبل از خواب 3 چیزی که بابتشون شکرگزار هستی رو بنویس. لازم نیست حتما چیز خاصی باشه. حتی یک فنجون چایی یا یک پیام از یک دوست میتونه شروع خوبی باشه. همین کارهای ساده اگه با تداوم انجام بشه کم کم ذهن و فرکانست رو میبرن جایی که ثروت راهش رو به سمتت پیدا میکنه. اگه حداقل 2 تا از این نشونه ها تو زندگیت هست، تو کامنت ها فقط بنویس وقت تغییره. بعدش سابسکرایب کن، چون ویدئوی بعدی دقیقاً میریم سراغ این که بعد از این مرحله چی کار باید کرد. تو ساخته شدی برای بیشتر از این. تو قراره بدرخشی، نه اینکه فقط زنده بمونی. اگه این نشونه ها رو حس کردی، یعنی جهان داره بهت میگه آماده ای، فقط کافیه حرکت کنی. اگه فکر میکنی اون چیزی که باعث جذب ثروت میشه فقط تلاش فیزیکیه، ویدئوی بعدی قراره دیدتو کامل عوض کنه. تو اون قراره با 5 حقیقت علمی و شگفت‌انگیز درباره میدان کوانتومی و ثروت آشنا بشی. چیزهایی که از دکتر جو دیسپنزا میشنوی ممکنه پایه‌های باور قدیمیت رو بلرزونه.
پس اگر دنبال درک عمیق‌تری از رازهای واقعی جذب ثروت هستی، ویدئوی بعدی رو از دست نده. سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا وقتی منتشر شد اولین نفری باشی که میبینیش.